از هر باشگاه یک اسطوره خفن توی یه گردونه 20 تا از معروف ترین باشگاه‌های جهان رو قرار دادیم. پس این گردونه رو می‌چرخونیم و هر باشگاهی در بیاد، مثلا بارسا، اسطوره اون باشگاه وارد ترکیب میشه. میریم که گردونه اول بچرخونیم به امید اینکه رئال و بارسا، رئال عزیز دلم در بیاد. همین اول کار میچرخونم گردونه رو به امید اینکه رونالدو بیارم تو ترکیب. لیورپول. استیون جرارد یه بازیکن کاملا انگلیسی که تمام طول عمرشو برای لیورپول زحمت کشید. جرارد 17 سال از دوران اوج فوتبال خودشو توی لیورپول گذروند. 504 بازی واسش انجام داد و 270 گل به ثمر رسوند. پس برای هواداری این باشگاه یک اسطوره خاص تلقی میشه. پس جرارد بهمون اولین بازیکن وارد ترکیب شد. عشق. حالا میرم سراغ باشگاه بعدی به امید اینکه رئال مادرید یا بارسلونا در بیاد، مسی و رونالدو رو بچپونیم دو تیم. بایر مونیخ. اما بایر مونیخ اسطوره‌های خیلی زیادی داشت، از جمله ریبری، الیور کان، روبن یا حتی ماتئوس هم هست. پس رفتم سرچ کردم تا ببینم کدوم یکی از اسطوره‌ها رو باید وارد تیم کنم. چقدر بایر مونیخ اسطوره داشته حاجی، من اسم اینو یادم رفت، چقدر من اینو دوست داشتم. کروس هم تو بایر مونیخ بوده. به اسطوره عشق هری کین. یه سال اومدی اسطوره شدی واسه بایر. حاجی نویر هم هست. آخه احمق. الیور کان وقتی دروازه‌بان نویر رو که آدم حساب میکنه. ابهت از چشماش میباره. این عکسو جلو کاسیاس واسه داری دعوا میکنی. دیده بودم این عکسو. بنابراین الیور کان به عنوان بازیکن بعدی وارد ترکیب شد. چی از اتلتیکو اصلا چه اسطوره‌ای بود؟ من چینو چرا اینجا گذاشتم؟ بچرخون به امید اینکه رئال مادرید یا بارسلونا در بیاد. بارسا در میاد. گالاتاسارای. من یه اسنایدر فقط میدونم توش بوده. دیگه کی بود؟ از اونجایی که اصلا یادم نبوده که گالاتاسارای اسطوره‌اش کی بوده. پس رفتیم سرچ کردیم تا پیداش کنیم. کی اصلا اسطوره؟ دروگبا. خاک تو سر من، چجوری من دروگبا رو از توی فوتبال نتونستم بگیرم؟ بجز اسنایدر و دروگبا یه بازیکن دیگه هم بود تو گالاتاسارای. همین. سرچ کردم دیگه پایینتر نمیری. اما هر چی گشتم بجز دروگبا و اسنایدر هیچ اسطوره دیگه واسش پیدا نکردم. پس اسنایدر به عنوان بازیکن بعدی وارد ترکیب شد. فنرباغچه خدا وکیلی. اصلا چه اسطوره‌ای داشته مثلا فنرباغچه؟ تو شاید الله یار باشه. میچرخونیم گردونه رو به امید اینکه دیگه مسی رو بده بهمون. وای بدبخت. از چلسی فقط پدرچکو میدونستم الان ازش کیو بیاریم. خیلی فکر کردم اما هیچ کس به ذهنم نرسید تا اینکه یکیو پیدا کردم. پس رفتم سرچ کردم تا ببینم واقعا اون بازیکن تو چلسی بازی میکرده یا نه. دروگبا تورس هم تو چلسی بود آجی من. آقا لمپارد تو چلسی بود، چجوری من یادم نیست. پس لمپارد به عنوان بازیکن بعدی وارد ترکیب شد. خدا وکیل اولمپیاکوس. چه بازیکن مثلا لژند و اسطوره‌ای داشته توش. مثلا خودم اینو ساختم، چجوری یادم نیست. برو یا علی مدد بچرخونه به امید اینکه این بار دیگه رونالد. مهدی تو کی بودی؟ پس رفتیم سرچ کردیم اسطوره اولمپیاکوس تا پیداش کنیم. اسم واقعا خوبی نداره باشه. اسم باشگاه بعد عوض بشه. فکر نکنم اینقدر احمق باشم که مارسلو رو تو اولمپیاکوس زده باشم. مارسلو رو اصلا من تو رئال بزنم. واسه چی اصلا من این باشگاه رو گذاشتم؟ توی سرچ گوگل هیچ بازیکن اسطوره‌ای از این باشگاه نیاورد تا اینکه یادم اومد کیو خواستم. بیا آقا جان، 70 تا بازی کرده، 3 سال تو اولمپیاکوس بوده تو دوران اوجش. قربون شکلت. پس آقا ریوالدو به عنوان بازیکن بعدی وارد ترکیب شد. اصلا از ظاهر شما آدم خیر میباره. اصلا چهره مجقزه به قرآن. یه آدم خیر خوش قلب. حالا خوب برعکس باشه. بچرخون آقا. یه باشگاه کلا رئال بارسا رو نمیخوای بدی دیگه. لباسم عوض میکنم. همینجوری که داشتم تو دلم به صاحب این گردونه فوش میدادم یادم اومد اسطوره‌های اتلتیکو کیان؟ فرناندو تورس بازیکنی اهل اسپانیا که ورود و خروجای زیادی به اتلتیکو داشته، ولی در مجموع 10 سال برای تیم اتلتیکو زحمت کشیده که در مجموع واسه اتلتیکو 200 خورده بازی کرده و 100 خورده گل به ثمر رسونده و به نوعی یه اسطوره خاص برای هواداری این تیم تلقی میشه، چرا که صحنه‌های خاطر انگیزی و با گلایی که میزده برای هواداران به ارمغان آورده. پس فرناندو تورس به اون اولی مهاجم وارد ترکیب شد. چقدر دوست دارم فرناندو، یعنی تو قلب من جای داری داداش. اصلا بارسا رئال نده. لباسم عوض نمی‌کنم دیگه. ناپولی میدونی کی بوده تو ناپولی؟ سلطان مارادونا، دیگو مارادونا، اسطوره تیم ملی آرژانتین که این بار تو قلب هواداری کشور دیگه جا داشت. مارادونا توی کل دوران فوتبالش بیشترین بازی که برای یک باشگاه انجام داده ناپولی بوده که در مجموع توی 188 بازی موفق به زدن 81 گل شده. پس مارادونا به عنوان بازیکن بعدی وارد ترکیب شد. چی دفاع نداره تیم، همه تو خط مقدمین. دفاع بابا مثل آدمیزادی. بارکل. سویا کی بود دیگه؟ سرخیو راموس بازیکن اسپانیایی الاصل که دوران فوتبالیشو از باشگاه سویا شروع کرد و الان که آخرای فوتبالشه میخواد توی باشگاه سویا تموم بشه. هواداری باشگاه سویا برای شروع و پایان دوران فوتبالی سرجیو راموس توی این باشگاه احترام زیادی قائلن و همیشه از اون به عنوان یه اسطوره نام میبرن.
پس راموس برو ترکیب شد. آقا راموس این 96 تو واسه ما 106. عشق ببین این نفر دیگه رئال بارسا رو میخوام در بیارم. ما به چرخون ببینم رئال بارسا رو دیگه بهم بده. پس رفتیم سرچ کردیم تو اسطوره های آرسنال رو پیدا کنیم. آقا ویارا عشق، آقا ویارا دفاع هم بازی میکنه، دفاع نداریم. پس پاتریک ویارا به عنوان دفاعی وسط وارد ترکیب شد. آقا این 81 تکی. آقا به قرآن بارسا و رئال نده دیگه ویدیو رو میبندم. بارکلا خدای شکرت، بالاخره در میاد، پدرم در اومد. لیونل مسی عشق بارسایا، نفس بارسایا، رنگ و بوی نیوکمپ حالا اینجاست. شماره 10 اسطوره بارسا. پس لیونل مسی به عنوان بازیکن بعدی برو ترکیب شد. عشق. اما فقط یه بازیکن برای تکمیل شدن تیم نیاز داشتیم. واقعا رونالدو در میومد. تو رو اروا پدرت، تو رو اروا ناموست. بارکلا خدای شکرت، باورم نمیشه. وایس عاشق و اسیر رامت. خدا وکیلی یه بار چرخوندم برام. بهترین شماره 7 تاریخ، محبوب دل رئالی ها الان اینجاست. کریستیانو رونالدو. پس رونالدو وارد ترکیب شد. حالا با یک بشکن ترکیب درست میشه. اگه تا اینجا ویدیو رو دیدید حتما ویدیو رو لایک کنید و اگه که جدید هستید حتما کانال رو سابسکرایب کنید. حالا با ترکیبی که از اسطوره های هر باشگاه چیدیم به سمت بازی اول میرویم. اولین حریف تو ویرن سه بابا 3100 پدر سوخته. و اما ترکیب حریف یا حضرت عباس اون داره این ویدیو رو میگیره اصلا. اول پس فرناندو تورس پاس به جلو، لیونل مسی توی دروازه دقیقه 4. حاجی خدا شاده پینگم 100 شد. یا امام زمان. بگیر اون نیمار شو بابا. اسطوره پاس گرفته بده من. بگیر عشق. برو رونالدو زد در به رونالدو پاسشو میده اونجا. فرناندو تورس گل بعدیو میزنیم حاجی. خدا شاده پینگم 140 بود گل دادم. من پینگ 800 هم بازی کنم تو رو میبرم. من نمیبرم، گل خوردم. لیونل مسی زیبای من راه میندازه اونجا. فرناندو تورس اگر آفساید نباشه فرناندو تورس رفت فرناندو شوت بعدی گل. انصرافو بده. گفتم دوست دارم داداش. اصلا اتلتیکو رو پوشیدم. رئال که اتلتیکو رو کی در آورده. خدا وکیلی این آفساید نبود. خدا شاهده این آفساید نبود. گل خوردی دو دفعه بعد اونجوری داریم بازی می‌کنی. آقا سنیده رو ببین قشنگ انگار کف ربات کری اومده تو زمین. قدر چه غیر. یا امام زمان برگرد نخوریم. یا امام زمان عمران حتما الیور کان 104 زاویه بسته گل بخوره. الیور کان 104 زاویه بسته گل بخوره همین الان پرتش می‌کرد و تو بیرون. آها پاس زیبا ریوالدو برای حساب توپ شد. ریوالدو میزنه کاتشو میده. تمام بازی اول 3-1 میبریم. با درخشش فرناندو تورس و لیونل مسی از بازی اول 3 امتیاز به دست میاریم. پس بدون اینکه توی ترکیب تغییر ایجاد کنیم به سمت بازی دوم میرویم. و اما حریف دوم دیویژن 2. وای این خیلی قویه. و اما ترکیب حریف یا حضرت عباس الیور کان 104 داره. حاجی میباسیم. به خود ما داریم 10 نفره بازی میکنیم. یعنی ریوالدو داره یه لیگ دیگه بازی میکنه. وای گفتم یارو قویه. بگیرین نزنه دفعش کن. وای هرس دارم میخوام. چرا گل ندادیم به این؟ بابا این چه مشتی آخه میکنی الیور؟ نگاه کن یارو داره چه جوری پاس میده. خدا وکیلی خدایی داری میبینی چه جوری داره پاس میده. اصلا پشتش پاس داد من نمیدونم. بزن دیگه. باریکلا راموس. وای رونالدو شوتت کن. باریکلا 3-2. وای آفساید نباشه. تورس. وای باورم نمیشه. دقیقه بزن. وای بزن مسی توی دروازه. بکر من به تو میبازم با این پینگ. ما درخشش کل تیم تونستیم تمام زحمت‌های تیم حریف رو زمین بزنیم. بنابراین با کامبکی که زدیم این بازی رو مساوی می‌کنیم. از اونجایی که ریوالدو داشت یه لیگ دیگه بازی می‌کرد کلا داشت ترکیب به هم می‌زد، ترجیح دادیم یه سری تغییرات تو ترکیب ایجاد بکنیم تا تیممون هجومی‌تر بشه. پس از این بازی یک امتیاز به دست می‌آوریم و به سمت بازی آخر می‌رویم. و اما حریف آخر یا حضرت عباس داداش ما تازه اومدیم دیویژن 1. و اما ترکیب حریف رودری طلایی تو از کجا آوردی آجی؟ دم کارتی که داره میاد از این فوتبال بیرون بی سابقه است. کلا گاوی جلوی یارو وایسادی مثل گاو داری نگاهش کنی بره. علی هیچ کاری نمیخوره. شوت کن ریوالدو شوت. بابا بزن چارجوم دیگه. رونالدو برو
بزن بابا چجوری اینو سیو کرد حاجی؟ خدا وکیلی ببری من راضیم، به خدا ببری من راضیم. دروازه‌بان تو چیه سیو کرد که من تو عمرو نیه بودم. آقا مارادونا عشقم شوت ما رو چی چسب داره دستش این اصلا. هر کاری میکنم گل نمیخوره یا حلالت خدا وکیلی. حاجی بازی یارو خیلی خوبه. این حرکتی که داره میزنه من جواب بده پارس یارو. این ترکیبو تو پس 21 کی بهم یاد داده بود. بده مسی. وای گل چه وای دهنه تو سرویس. بارکلا اینم دومیشو بخور. گفتم اون ترکیب بگیری میبرمت. با این پینگ 115 من دارم با یارو بازی میکنم، با پینگ 115. نشوته به قرآن 126 پینگه، 150 160. بازی آخر وقت دمتون گرم که تا آخر دیدین. خدا نگهدار.